خب مبارکتون باشه. اگه اجازه بدید من قرارداد رو بنویسم. آقای معصومی، بفرمایید. شما که دارید قرارداد رو می‌نویسید، بله. ولی من هنوز یه مقدار استرس دارم. بابت چی؟ راجع به چیزایی که شنیدم. مثلا میگن کلاهبرداری زیاد شده، دیگه؟ اسناد جعلیه. بازم چیز دیگه شنیدی؟ نه دیگه همینا. خب بذارید من خیالتون راحت کنم. ما بعد از اینکه قرارداد نوشتیم برای شما یه کد رهگیری می‌گیریم که قدیما بوده. الان سامانه کاتب اومده. قوه قضاییه سامانه کاتب رو گذاشته که تمام دغدغه‌ها رو خارج می‌کنه. سامانه کاتب چیه؟ میشه میشه توضیح بدم؟ بله. مربوط به قوه قضاییه باشه. سابق فقط کد رهگیری می‌گرفتن. الان سامانه کاتب تلفن خریدار با صاحب قرارداد باید یکی باشه. تلفن فروشنده با صاحب قرارداد باید اون هم یکی باشه. برای هر دو کد میاد و هر دو توی سامانه کاتب ثبت میشن. سامانه کاتب دیگه این زمین و این کد ملی رو قفل میکنه روی این پلاک ثبتی که توی سندش هست. به هیچ عنوان دیگه ایشون نمیتونه بفروشتش. فقط شما که خریدار هستید حق فروش دارید.